بریم سراغ دومین بیمار این آپارتمان که زنی به اسم یشیم. میگه من 80 سالمه و در زندگیم یه اتفاقی افتاده که دیگه صحبت نکردم. تو 7 سالگی یه روز بابام بهم میگه که تو صدات هم مثل چهره‌ت زشته و این میشه که این دختر 7 ساله دیگه حرف نمیزنه. میگه که پدرش معلم بوده و همراه با مادرش هی از این روستا به اون روستا میرفتن و 10 سال مادرش هر سال پسری به دنیا می آورده و سال بعد اون پسر می مرده و دوباره پسر دیگری به دنیا می اومده تا 10 سال. بعد از 10 سال مادرش می میره. بعد از خاک سپاری پدرش یشیم رو به یک زن پیرزنی به اسم کتوم خاتون میسپره و خودش میره. این پیرزن جادوگر بوده، یک جادوگر واقعی. تو کلبه خرابه اون زندگی میکردن با هم و هر چی که پیرزن به این یاد میداده این یاد میگرفته و تمام طلسم‌ها و جادو و رمز و رموز و اینا رو یاد میگیره ازش و یک دری در زیر زمین کلبه اون پیرزن وجود داشته که میگفته این در ورود به دنیای جن و پریه و هیچ وقت واردش نمیشدن. یک روز این پیرزن میره پایین و یشیم هم پشت سرش بوده، میره وارد از اون در رد میشه و کلیدش رو میده به یشیم، میگه تو برو بالا و همراه من نیا. یشیم هم این کارو میکنه. زن میره و دیگه خبری ازش نمیشه، دیگه پیداش نمیشه و وقتی یشیم میره بالا پدرش رو وسط اون اتاق میبینه. خب این داستانی بوده که یشیم تعریف کرده بوده و حتما میخواید بدونید که واقعیت ماجرا چی بوده. یشیم که دومین بیمار این آپارتمان بوده، خودش رو زنی 80 ساله میدونسته ولی در واقع تک فرزند پدر مادرش بوده. پدرش خلبان بوده و بیشتر اوقات خب منزل نبوده. مامانش در داروخانه کار میکرده و اون هم خیلی سر کار بوده. یه سری اخلاقیاتی بوده که میذاشن رو حساب این که این تک فرزنده و لوسه و اینا، خیلی نگرانشون نمیکرده. ولی یشیم همیشه نگران بوده، یکم احساس میکرده که تو خونهشون اصلا کسی نیست که دوستش داشته باشه. یک سر کابوس میدیده، کابوس مرگ پدر مادرش رو میدیده. حتی یه بار کابوس دیده که خودش داره میمیره و پدر مادرش بالا سرش هم دارن نگاش میکنن. خیلی از این کابوس ها و فکر و خیال ها زیاد داشته. تو نوجوانی کم کم یک تغییراتی میکنه یشیم که خب بازم میذارن رو حساب تغییرهای نوجوانی، اما جنها داشتن یه سری تغییراتی تو بدنش به وجود می آوردن. مثلا زنانگی رو خیلی زودتر وارد بدنش کرده بودن. یشیم 14 سالش بود که مامانش یک روزی پیداش میکنه تو توالت که غرق خونه و میبره بیمارستان و متوجه میشه که یشیم سقط کرده. دنیا رو سرش خراب میشه که مگه من چقدر از بچم فاصله گرفته بودم که نمیفهمیدم این داره چی کار میکنه. خیلی حالش بد بوده، خیلی ناراحت بوده و اصلا نمیدونسته باید به شوهرش الان چی بگه. این اوضاع هم حسابی به همش ریخته بوده. به پدر یشیم خبر میدن که بیا دخترت بیمارستانه و تو بیمارستان زمانی که پدرش میفهمه که این اتفاق برای دخترش افتاده در جا قلبش وای میسته و فوت میکنه و مامانش هم حسابی عقل از سرش میپره و خودش راهی تیمارستان میشه. یشیم مجبور بوده که با تنها کسی که داشته یعنی مادر بزرگش زندگی کنه. میره وارد محله اونا میشه و کم کم اهالی محل میفهمن که این دختر خیلی سر و گوشش میجنبه ولی مادر بزرگش چیزی نمیدونسته. تا اینکه یک روز یک نوعروسی تو محله مچ یشیمو با شوهرش میگیره. مچ یشیمو میگیره و یشیم هم که حالا خودش رو در خطر حس میکرده میره به مامان بزرگش میگه آقا اصلا میدونی چیه، تقصیر این جناست. اونا منو تهدید میکنن، مجبورم میکنن و من اصلا دیگه چاره‌ای ندارم جز اینکه به حرفشون گوش بدم. میبرنش پیش رمال و اوضاع بدتر میشه. رمال شروع میکنه به سوء استفاده کردن و میگه هر هفته باید این دختر رو بیارید پیش من. خیلی اوضاع بد میشه و یشیم راهی تیمارستان میشه. باور داشته که جادوگره، حتی یه وقتایی انکار میکرده که مادر بزرگش از طبقه 5 یک آپارتمان انداخته پایین، میگفته اون خودش پریده پایین و حتی یه وقتایی هم میگفته من اصلا مادر بزرگ یشیمم. یشیم دچار بیماری نیمفومانی یا شیدایی جنسی بوده، یعنی انگار اون عشقی که از خانواده دریافت نکرده رو میخواسته با اعمال جنسی بیش از حد برطرف کنه. از زبان بیمار سوم میشنویم که بچگی خیلی وحشتناکی داشته. پدر مادرش همش با همدیگه و با این بچه دعوا میکردن، پر از سر و صدا بوده خونه، پر از تحقیر و کتککاری بوده
و خیلی فضای خونه متشنج بوده و خودش میگه که من اگه پدر مادرم دقیق منو نگاه میکردن میفهمیدن که دارن یه قاتل بزرگ میکنن، اما اصلا نگاه نکرده بوده. این اوضاع خیلی بد داشته پیش میرفت. وقتی که دعوا بالا میگرفته این بچه جناشو صدا میکرده که بیان بهش کمک کنن و همیشه با اینها ارتباط داشته. یک روز خبر میارن که پدرش در حالی که توی یک میخونه بوده چاقو میخوره و کشته میشه. مادر و پسر قلباً خوشحال میشن و وقتی میرن بالا سر جنازه پسر کفش‌های پاشنه آهنی باباش رو از پای جنازه در میاره. این کفش داستانش چی بوده؟ اینکه این کفش همیشه پای باباش بوده و به همه چی لگد میزده. به بچه لگد میزده، به گربه لگد میزده، به وسیله‌های خونه لگد میزده. این کفشا رو میگیره. روزها میگذره تا اینکه یک روزی این بچه کفش به بغل از خونه فرار میکنه و زیر یک پل خوابش میبره. پلیس میاد و فکر میکنه این کفش ها رو دزدیده، میبرنش کلانتری و بعد مادرش رو خبر میکنه. مامانش میاد میگه من اصلا از دست این بچه دیگه آسی شدم و میبینید دیگه نمیدونم فرار کرده، دزدیده و اینو بدینش پرورشگاه. خلاصه این بچه رو میدن پرورشگاه، ولی این پسر راضی بوده، خوشحال بوده که دیگه از مامانش داره خلاص میشه. میره پرورشگاه ولی اونجا هم خیلی دردسر درست میکنه، جنایت انجام میده. یک پرستار و چند بچه رو میکشه و یک شب با گول زدن دکتر درمانگاه پرورشگاه میتونه که از پرورشگاه بزنه بیرون و بره سراغ خونه مامانش و مامانش رو در حالی که نفسش با الکل میداد و افتاده بوده رو تخت با یک کفشی میکوبه تو سرش و مادرش رو میکشه. مامانش رو به قتل میرسونه و به پرورشگاه برمیگرده. اما اگه بدونید که یوسف واقعاً فرزند یک خانواده ثروتمند بوده و پدرش در قید حیات الان، فکر کنم شما هم شوکه بشید. پدرش در قید حیاته ولی سالهاست کسی به ملاقاتش نیومده و بچه دردسرسازی بوده. از بچگیش فکر و ذکرش خودکشی بوده، همش یک سری افکار و امیال مازوخیستی داشته. همش از مدرسه می اومده خونه و به پدر و مادرش میگفته که بچه ها اذیتش میکنن و یه سری کبودی هایی رو هی نشون میداده و وقتی خانواده‌اش پیگیر میشن میرن مدرسه میگن این چرا این اتفاقا داره واسش میفته و یک روز معلم مدرسه تو دستشویی مدرسه میبینه که یوسف داره سرش رو به دیوار میکوبه. یه سری امیالی داشته که به خودش آسیب بزنه و دیگران رو متهم کنه. خلاصه این بچه رو میبرن دوا و دکتر و درمون و روانپزشک و اینا، تا یه جاهایی واقعا روانپزشکش هم دیگه گول میزده که مثلا تظاهر میکرده که داره خوب پیش میره، تا یه جایی دیگه به درمان جواب نمیده و اون پزشک هم بیخیال میشه و اینکه بهش میگن که آقا ما دیگه باید بریم تو رو بیمارستان روانی بستریت کنیم. خیلی ناراحت میشه ولی تهش میگه باشه و اوکی بریم و شبی در حالی که پدر مادرش خواب بودن میره تو اتاق و مادرش رو به قتل میرسونه و پدرش بستریش میکنه در بیمارستان و دیگه هم سراغش نمیاد. این وسط بشنویم از دفتر خاطرات دکتر که داره مینویسه روزاشو. داره میگه که من یک احساسات عجیبی دارم، جنها حس میکنم دارن هی بهم نزدیک میشن، میخوام وارد بدنم شن، ولی من هنوز به مرز دیوونگی نرسیدم. بیمار چهارم اعتراف میکنه که من همیشه دروغ میگم، همیشه دروغ گفتم، از وقتی یادم میاد در زندگیم دروغ گفتم. این بچه همراه خواهر دوقلوش به دنیا میاد، خواهری که خیلی زیبا بوده، خیلی شیرین زبون، خوش‌شکر، همه چی تموم بوده و این بچه احساس میکرده که یک پسر نامرئیه در کنار زیبایی خواهرش، همه توجه ها برای خواهرش بوده و این بچه اصلا بهش توجهی نمیشده و خیلی قصه میخورده بابت اینکه اصلا انگار دیده نمیشه، انگار اصلا وجود نداره. ولی جنها یه روزی میان بهش میگن که ببین یک اشتباهی شده، تو همه چیزو انگار خواهرت ازت دزدیده موقع تولد، ولی یه چیزی هم به تو داده شده، نخ زندگی خواهرت. تو هر وقت که اراده کردی میتونی این نخ رو قیچی کنی و اون وقت چه اتفاقی میفته؟ زندگی خواهرت تموم میشه و تو میتونی اون چیزها رو ازش پس بگیری. اولش خیلی مقابله میکنه با این فکر، ولی بعدش میگه خب
اون از من دزدیده و حالا وقتش که به من برگرده و اینا، این نخ رو قیچی میکنه. نخ قیچی میکنه و کم کم خواهرش که بیمار بوده حالش بدتر میشه و بهتر نمیشه و 1 سال بعد خواهرش میمیره. وقتی که خواهرش میمیره خب این خیلی ناراحت بوده، خیلی گریه میکرده، ولی روز خاکسپاری که همه میرن این دختر رو به خاک بسپارن، اینا دیگه 15 سالشون شده بوده. این بچه میمونه خونه و میره سراغ کمد خواهرش، لباسای خواهرش رو میپوشه، کفش خواهرش رو پاش میکنه، آرایش میکنه و شروع میکنه جلوی آینه به رقص و آواز. همون لحظه همه سر میرسن، خانواده و همسایه ها، و این بچه رو در این وضع میبینن. پدرش عصبانی میشه، به سمتش حمله میکنه، شروع میکنه به زدنش، ولی همسایه‌ها بهش میگن بابا نمیبینی این از غم خواهرش دیوونه شده. و اونجا خب خانواده یکم آروم میشن و میگن خب آره دیوونه شده و میبرنش بیمارستان. اونجا دوباره به همه میگه که من کار اشتباهی نکردم، خواهرم از من یه چیزایی رو موقع تولد دزدیده بود، ولی نخه زندگیش دست من بود، منم قیچی کردم که به اونا برسم. حالا بشنوید از واقعیت ماجرا. الیف، بله الیف، مشکل هویت جنسی داشته. در یک خانواده‌ای به دنیا آمده بوده که اولین بچه خانواده‌اش بوده و بعدش دیگه مادرش باردار نمیشه و پدرش عاشق پسر بوده و خیلی از این شرایط عصبانی بوده و خیلی از الیف متنفر بوده و مادرش هم همیشه سکوت میکرده در مقابل همه بدرفتاری و همه بداخلاقی و توهینا. تا اینکه از یه دوره‌ای به بعد پدره شبها که مست به خونه میومده یهو آروم میشده، یهو خلق و خوش عوض میشده و به الیف میگفتش که یونس پسرم بیا بغل بابا. یونس. بله. الیف هم به اندازه پدرش باور داشته که یونسه. هر روز می اومده از داستانهای قلدریاش تو مدرسه و دعواهاش تو کوچه و خیابون داستانهای الکی پلکی میگفته واسه باباش. باباش هم راضی بوده، اینم راضی بوده. تا اینکه یک روز که باباش داشته از خونه برمیگشته میفته و سرش میخوره به لبه جدول و میمیره. مامانش خیلی خوشحال میشه، ولی در کمال ناباوری الیف ناراحت میشه. اینقدر ناراحت میشه که اصلا واسه مامانش عجیب بوده که این بچه چرا اینجوریه، چرا اصلا اینقدر ناراحته. الیف دچار بحران هویتی میشه و اصلا همچنان حس میکرده که پسر مامانش دیگه رهاش کرده بوده. تا اینکه مامانش دوباره مجددا ازدواج میکنه، باردار میشه و یک فرزند پسر به دنیا میاره. روز تولد اون پسر الیف رسما دیوونه میشه و وقتی که مامانش از بیمارستان برمیگرده بعد از زایمان میبینن یه چیزی نوشته تو کل خونه. چی نوشته؟ یک بچه به قتل رسید. همه میترسن و زنگ میزنن، پلیس میاد و میفرستنش بیمارستان روانی.